از عاقفه معید 3 کس می آید. یکم فرزنداش می آید، دیوم مال و اموالش می آید، سوم عملای نیکش. بعد که داخل قبر میکنیم فرزنداش می روند، مال و اموالش، فقط اعمال نیکش به قطعی خودش میماند. این درون این یک سیری هست که این خداوند نداند، ما اکنون یگان چی افتانه وضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاك وللآخرة خير لك من الله. مدت 20 سال می شود که در همینجا خانه آخرت میکنیم. باباهای ما همین کار میکردن. اون نصیحتی با پدرای ما بودن، باباهای ما بودن که همین کسبه ما را دوام بتین. شما اولادان همین خیر رفتگی از ماها کلام بودن، آزار رفتن با ما دادن، بابا با یک از دیگر میتیم. وقتی که آدمیزاد اگر عمرش که تمام شود، اگر خداوند نقشه او را کشیدگی باشد، اگر یک روز نه یک روز عملی میکنه. هستن در اینجا میارن که یک خیلیش هست که اون شه بچه هستن که مدتی 1 ماه زندگی کردگی نیستن، با همسر اویله خودشان میارن، با پدر آنها، با فرزندهای اون نگاه میکنیم، با برادرای آنها اشک میریزونیم. تا 320 سامان ماهانه میگیریم. ما رضای کمبودی نیست برای ما. در حق ما یک دعا میکنن، همو مبلغ برای ما طلب نمیکنیم از یگان کس. ما اگر صاحب همون معید اگر بخواهد، اگر یگان چی ما را رضا میکنن، اگر نکنن ما از آنها طلب نمیکنیم. یکم بار در آمدن بسیار قین است. در نظر ما دشواریش هم دیگر نمیتواند. اکنون وقتی که آدمیزاد از دنیا میگذرد، برای آنها خانه آخرت کندن در کار. با به ما قبرکنا کار بو نمی شود برادر.